عطری که انرژی زنانه تو رو چندین و چند برابر میکنه. عطر یارا. این عطر رو یکی از شرکت‌های لوکس و مطرح اماراتی یعنی شرکت لطافه به بازار عرضه کرده که نسبت به رایحه فوق‌العاده خوبش و کیفیت و موندگاری خیلی بالاش یه قیمت مغروم به صرفه و خیلی اقتصادی داره. طراحی شیک و خاص بطریش با رنگ صورتی ملایم و نقره‌ای نشون دهنده یه حس لوکس و زنانه است. نوت اولیه یارا با ترکیبی از گلای سفید، نارگیل و هلو شروع میشه. لطیف، شیرین و اقواگر. توی قلب این عطر نوت وانیل وجود داره که یه رایحه گرم و دوست داشتنی ایجاد میکنه. و توی نوت پایانیش مشک و چوب صندل ماندگاری و عمق فوق‌العاده‌ای بهش میده. رایحه این عطر طوریه که از این عطر میتونید توی 4 فصل استفاده کنید، اما به خاطر طبع گرمش باعث میشه توی روزهای خنک خیلی بیشتر بدرخشه. عطر یارا توی اقواگر بودن حرف اولو میزنه. واسه همین پیشنهاد من به شما اینه که این عطر رو جز پیش پارتنرتون، مهمونیایی که کراشتون اونجاست و یا وقتایی که میخوای اکستون رو برگردونید نزنید، چون به غیر از اونا بقیه هم جذب خودتون میکنید. وقتی صحبت از ظرافت، لطافت و زنانگی میشه، این عطر تنها عطریه که میاد تو ذهنم. راستی کانال آرومیکس هم حتما سابسکرایب کن، چون ما اینجا بهترینا رو به تو معرفی میکنیم تا هیچ وقت از ترندا عقب نمونی.